دوستان نهایت عزیز، سلام، وقت شما بخیر. انشالله که جور صحتمند و سرافراز باشید. دوستان گلم، در این اواخر بازم هادی کسای زاده، یا ای که ما بگوییم هادی حرامزاده، ما نمیخواستیم که حرف در اینجا برسه و ما با تو توهین بکنیم، چون اهل توهین نیستیم. میگه میمان دوست نداره، صاحب خانه هر دویشه. اصلیت شما را پیدا کردن هموطنای خودت که تو اصل ایرانیش نیستی. خودش مهاجر از آب در اومد، این پدرش عربه، مادرش ایرانیه، تو ایران به دنیا اومده، تو ایران بزرگ شده، مثل خیلی از این افغانستانی‌ها. بعد خودش شده ضد مهاجر ستیز، افغانی ستیز. 2 روز پیشتر از افغانیا شناسنامه گرفتی و امروز تو شدی حامی ایرانی ها و در اواخرم یک پوستی را گذاشتی که باید خانم های افغان حقیم شد. ما دوست نداریم حرف به ناموس برسه، حرف ناموسی شود. شما در حدی نیستی که بیایی درباره خانم های افغان چنین حرف را بزنی. متاسف هستم به حال آن کسانی که شما را به عنوان روزنامه نگار یا اینکه به عنوان یک خبرنگار پذیرفته و به تو وظیفه داده تا تو جف بزنی. شما یک ویدیویی را از من هم در صفحه خود گذاشته بودی، در حالی که اون مصاحبه بود که من با یک از مستندسازای ایران داشتم و عکسی مرم گذاشتی و فیلم گذاشتی که آقا این کس درباره افغان ها چند حرفی را در ضد افغان ها صحبت کرده و هموطنانش ایره کشته. اگر مرا کشته، من فعلا خود درباره تو حرف میزنم. از این موضوع فهمیده میشه که تو یک آدم دروغگوی بیش نیستی. بهترین کار همین هست که نگذاریم این حرمت ها را که تو شکستی، توهین هایی را که تو کردی، ما را وادار نساز که بیاییم به ناموس کسی توهین بکنیم. شما مشخص است که تو ایرانی نیستی، میای توهین میکنی به یک ملت دیگه که تا این مردم بیایه به مردم ایران توهین بکنه. جاسوس، نفاق افغان و جنگ انداز تو هستی. بیشتر از این صبر و حوصله ما را امتحان نکنید. بهتر همین هست که شما بگذارید کشور ایران قانون خودش را اجرا بکنه. ما افغان ها هم طبق همون قانون با ایرانی ها سازگاری میکنیم. تو ایرانی نیستی، نگه مهمان دوست نداره، صاحب خانه هر دویشه. پس بیشتر از این در مورد افغان ها جف نزن.